گنج شایگان. با هر گلی که روی نمایم حضور توست، مستی شاخه سار چمن از سرور توست. با هر گلی که روی نمایم حضور توست، مستی شاخه سار چمن از سرور توست. گر شاخه های سبز مرادم به باد رفت، گر شاخه های سبز مرادم به باد رفت، دانم که از هوای بلند غرور توست. دیگر ز درد فاصله ها مشت پر شدم، دیگر ز درد فاصله ها مشت پر شدم. دل انتظار نامه از راه دور توست. بیهوده دل به آن سوی دریا نبستم، بیهوده دل به آن سوی دریا نبستم. آخر چو پل وسیله هین عبور توست. چیز نمانده ای که به دوزخ سپارمش، چیز نمانده ای که به دوزخ سپارمش. ای زندگی تمامی من در تنور توست. ای آفتاب خانه شب را خراب کن، ای آفتاب خانه شب را خراب کن. وقت طلوع و فرصت سبز ظهور توست. من در مسیر هستی خود سوختم حباب، من در مسیر هستی خود سوختم حباب. آیا چه داغ در دل سنگ صبور توست؟ آیا چه داغ در دل سنگ صبور توست؟ درود بر عزیزانی که منتظر شنیدن برنامه گنج شایگان هستند. با امید این که روز خوش را سپری کرده باشید و در کنار رادیوهایتان منتظر برنامه خودتان باشین و از شنیدن برنامه امشب لذت ببرین. دوستای عزیز، در برنامه امشب ما باز هم مهمان عزیز و شاعر مستعد یعنی علیشا احمدی عباب را با خود داریم. من یقین دارم که با شعرهای آقای عباب که بیشتر اشعار وی در قالب موسیقی توسط هنرمندان مشهور افغان خوانده شده و میفهم که شما آشنایی کامل دارین با او. و در حال حاضر آقای عباب در شهر تورنتوی کانادا زندگی میکنن. مهمان ما در خط تلفن هستن، شما را منتظر نمیمونیم و مهمان ما را هم منتظر نمیمونیم. سایر معلومات و سوالات که دارین ما هم دارم از آقای عباب پرسان میکنیم و در مورد شعرهایشان و در مورد کارکردهایشان میشه که بر ما معلومات بدن. سلام بر شما آقای عباب، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان. سلام بر شما صفه جان عزیز، سلام بر شنوندگان گرامی، سلام به همکاران شما و به تمام افغان‌ها و همزبانای ما که
در هر جای زیر آسمان خدا زندگی دارن، عرض ارادت و سلام میرسانم. لطف کردین زنده باشین. لطف کردین آقای اوباب که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما حاضر شدین که به سوالات ما پاسخ بدین و در مورد شیرهای خودتان بگوین. و دوستای عزیز، میشه که من شماره تلفن استودیو را بر شما بگویم قبل از اینکه من سوالات ما از آقای اوباب شروع بکنم. شماره تلفن ما است 2026193136. اگه شما سوالات در مورد شیرهای آقای اوباب دارین و یا در مورد زندگی زینا دارین، شما خودتان میشه که در این تلفن زنگ بزنین و سوالاتتان مطرح بسازین. خب آقای اوباب، میشه که سوالات از شما شروع کنیم. میشه شما اول در مورد خود بگوین چی وقت شیر شروع کردین، در مورد دیوانتان بگوین، چند کتاب شما از چاپ برآمده و شامل چند غزل می باشه یا چند شعر می باشه، یا میشه یک معلومات عمومی در مورد خود بر ما بدین؟ بسیار تشکر از شما لطف دارین. ما خب قم واقعیت شمیست که من بسیار از خوردی به شعر و شاعر دوست داشتم و همیشه مطالعه میکردم. ولی رسما در مطبوعات افغانستان وقتی که شعر ما چاپ شد در سال 1351 خورشیدی بود. بله. اولین کار ما بود، بازاستاس بعض شعرهای ما به چاپ رسید. و دیگه از کتابایی که ما چاپ کردیم با تاسف نظر به سن 2 سال ما هیچ خدمت فرهنگی و در ادبیات افغانستان کار برازنده نکردیم. اولین کتاب ما در سال 1997 در دیلی به چاپ رسید به نام باغ در آتش. بعد از او زندان بی دیوار در سال 2008 ما به چاپ رساندم. و کتاب سوم ما که به نام دوزخ سبز است به از طرف نویسندگان آزاد برق به چاپ رسید. بله. همین سال البته رسیده به چاپ رسیده. و یک کتاب دارم که هر وقت که ما توانایی چاپ از رو داشتم به چاپ میرسانم. دیگه یعنی مقدار کار کردیم، حداقل هنرمندان لطف کردن شعرهای مرا تصنیف آهنگ ساختن خواندن، ازشان ممنون هستم. دیگه از جوانی تقریبا دیگه با شعر عاشقانه شروع کردم تا اینکه مسافرت ها و کوچ و فرار وقتی که به اصطلاح برای ما مردم تعمیل شد، ما هم مثل سایر وطندارای خود از افغانستان در سال 1363 برآمدم، به هندوستان رفتم. مسلما وقتی که آدم بی سر و سامان و بی سرزمین میشه، اما شعرش هم هوای دیگه میگیره. از خانه ها بیرون شدم و شعر ما هم پریشان شد، مثل سایر شاعرای ما که همیشه شعرهایشون با تأسف با اوضاع و احوال اندوبار سرزمین ما توهم است. خود تشکر آقای اوباب. شما از کتابایتان که باغ در آتش و زندان بی دیوار است که قبل از کتاب دوزخ سبز که در اواخر به نشر رسیده، میشه بگوین که شعرهایتان که در باغ در آتش و زندان بی دیوار بوده با شعرهای آخرتان که در دیوان دوزخ سبز نوشین چقدر تفاوت داره؟ چی محتوا را در در کتابای نخستتان شما شعرهایتان روی کدام محتوا میچرخید و در کتاب اخیرتان روی کدام محتوا میچرخه؟ درست است. در چند داستان در کتاب اول ما تقریبا عاشقانه ها بیشتر است، چون جوانم بودم و در ضمن در سرزمین خود مقدار زروده بودم. زندان بی دیوار مسلما هم گپای وطن است و مشکلاتی که در سرزمین ما بود، حوادثی که رخ داد، زیادتر میهنی اشعار کلش دردآور است. خب در لاورایش اشعار تر و تازه هم هست. ولی در دوزخ سبز بیشتر مسلما در طول با گذشت زمان انسان فرق میکنه، فکر انسان، تفکر انسان، مفکوری انسان. کوشش کردیم در این که دوزخ سبز ما مشکل است که ما بگم که ما تکامل کرده، کارهای ما بیشتر خوب شده و این برای ما درست هم نیست، ولی کوشش کردیم که زیادتر شاعر از شاعرانگی برخوردار باشه، از واقعیت‌های عینی جامعه برخوردار باشه، با زبان زیباتر و مقبولتر و با کنایه و استعاره‌های زیباتر و عالی‌تر. دیگه من میفهم چقدر پسند خواننده میگرده
این برای ما مشکل است که من این قضاوت بکنم. فکر میکنم اندک بهتر از کارهای گذشته ما شاید باشه. بسیار خوب. شعرهای شما همش در سبک غزل یا به شکل کلاسیک گفتین یا شعرهای آزاد هم سرودین؟ چرا نه، ما در زندان بی دیوار و در هر مجموعه ما تجربه کردیم، اشعار نیمایی را تجربه کردیم، ما دارم. بله. دیگه تنها غزل کار من نیست، ولی علاقمندی ما بیشتر از اون آوان کار ما با غزل بوده. بله. و تا هم روز به روز دلبستگی ما بیشتر به طرف غزل است. یعنی خود راحت در غزل احساس میکنید؟ بله بله بله، بسیار راحت غزل دوست دارم. بسیار خوب. از شما گفتین که از آوان خوردی، یعنی در مکتب بودین که شروع کردین؟ بله بله، سرودن شعر؟ ابتدایی یا نوع مکتب بودم که ما شروع کردم. بله. شعرهایی که تا به حال چاپ هم نشده شما دارین؟ یعنی والا چرا نیم، گفتم یک کتاب چاپ نشده دارم. شما میفهمید که مشکلات است که آدم نمیتونه از زود کتاب خود چاپ کنه، مثلا شاید که همیشه دست تویی داشته، با تاسف مشکلات روبرو بوده. بله ما دارم، از اون شعرام دارم. حتما اگر شما خواسته باشین من یگان طور نمونه خدمت شما تقدیم میکنم. بسیار خوب. آقای با به خاطر آشنایی بیشتر با شعرهای شما، البته قبل از اینکه با شما بگویم میشه که به شنونده‌های عزیز بگویم شعری که من پیشتر خواندم این هم یکی از سروده های آقای اوبا بود که در دیوان دوزخ سبز چاپ کردن و میشه که شما به خاطر آشنایی بیشتر شنونده ها با شعرهایتان یکی از سروده هایتان خودتان به آواز مقبول خودتان بخوانید؟ تشکر، ولی خودت نام خدای قدر مقبول دکلمه کردی که علمای قطع تاثیر لطف کردین. لطف شماست. لطف شماست آقای واب، لطف کردین. بفرمایید. ما یک غزل از کتاب دوزخ سبز خدمت شما بخوانم. بفرمایید. به نام سمبول دود و گرد است. یک غزل است. بله. نی برگ و بار دارم، نی لاله بهاری، رنگین کمان دردم گر یکم شماری. این ابر بی سخاوت دیدی که هیچ ناورد، پس درد و زاریم را بهر چی خنده داری. من با میان دردم سمبول دود و گردم، شهمامه رفت و سلسال بر جاز شرمساری. باید به نقش پاشان یک صفحه سنگ سنگین، بگذارم و نویسم تاریخ بمگذاری. از روسری و چادر دیگر مگو برادر، آتش به سر گرفته بانوی قندهاری. وقتی که می شمردم زخم قبرغه هایم، آمد گرسنگان دیگر به غمگساری. با گریه خنده کردم وقتی که شیخ می گفت بوی بهشت دارد دستار انتحاری. کی می شود خدایا این باغ را مدارا، یک صبح بیغل و غش، یک آفتاب جاری. اوج غزل بگردم آهنگ با همی را، گر بسته شد کتاب دلگیر تکتباری. کی می روی زیادم در زندگی حبابا، فارغ اگر بگردم از رسم مرده‌داری. فارغ اگر بگردم از رسم مرده‌داری. تشکر آقای اوباب. واقعا شعر بسیار مقبول و شعر پر از احساس که حب وطن دوستی کاملا مشهود است در شعرهای شما و واقعا شما مقبول هم خواندین. لطف کردین. آقای اوباب شما پیشتر گفتین که شعرهای شما را هنرمندا و آوازخوانای مشهور افغانستان هم خواندن، یعنی تصنیف شده و شعرهای شما توسط هنرمندا خوانده شده. میشه که چند از شعرهایتان که هنرمندا خوانده نام بگیرین؟ کدام شعرهای شما را خواندن؟ اولی شعر مرا ببخشید،
اولین شعریم که من بسیار جوان بودم و در افغانستان بودم از طریق رادیو افغانستان پخش شد با آواز آقای یونس موسیقیار بود که در واقع اگر براتون بگویم امو آهنگ آواز خواندن بله. سبب تشویق و کارای ما شدیم در واقعیت. آقای یونس موسیقیار و یک آهنگ عاشقانه بود که آخر ز دیار تو سفر کردم و رفتم، خاک سر کوی تو بسر کردم و رفتم. بسیار و بعد از او آهنگ لالایی که برای کودک افغان سروده بودم که آلالوهای کودک افغان لالو، طفلک بیرخت زمستان لالو. بله. این آهنگ در آسیای میانه با 20 چند کشوری که اشتراک کرده بود استاد مهوش. بله من به خاطر دارم که فکر میکنم از طرف رادیو بی بی سی کدام جایزه هم گرفت. چه قسم بود؟ بی بی سی بله از رادیو بی بی سی یک مقام اول گرفت و بعد از او هندوستان دوم و زیلند جدید مقام سوم گرفت. بسیار عالی، تبریک باشه برای شما. افتخارش از ما است و مسلما آهنگ عزیز کمپوزش از روی جان قاسمی هست و آوازخوان عزیز ما استاد مهوش. و بعد از او اختر جان شوکت زیاد آهنگ غزلای مرا آهنگ ساختن و زیبام خواندن واقعا. احمد ولی صاحب محترم، سیما جان ترانه، حبیب قادری، شادکام صاحب دیگه یک دو سال لطف کردن دیگه. حالا ما اگه نام بگیرم وقت شما رو میگیرم زیاد دیگه. اینا بوده که یعنی بام در باغ در آتش ما به خاطر درس کردیم، یک جدول ساختیم و کسایی که اشعار مرا خواندن این برنامه به عنوان از این نبوده که ما اینطور خود نمایش داده باشم که یعنی ولی یک قدردانی بوده از هنرمندای عزیزی که هرچ گذاشتن به اشعار ما و پسند کردن به عنوان تشکری ما اونا رو در یک جدول ساختیم. تشکر. آقای عباب، یکی از آهنگ‌های مهوش همی شعری که شما از شما تصنیف کردن میشنویم، بعد از او باز برنامه را ادامه میدیم. لطف کردم زنده باشین میشنویم. شنوندگان عزیز به این آهنگ توجه کنین، بعد از آن برنامه را پی میگیریم. خانه خونو بستر خوابی تو کو، دست نوازش گریبابی تو کو، داد رسی رنج و عذابی تو کو، گونه پاکی زونابی تو کو، خورده برخ سیلی دوران لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو، خورده برخ سیلی دوران لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو. داشتی یک خانگی مختصر، دست نوازش به سرت دست بدر، بود لباسی که منظم ببر، خوار نبودی به خدایی قدر، بی سر و سامانه دوران لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو، کودک من بارش و باران رسید، نوبت بیداد زمستان رسید، رنج دیگر غیر غمینون رسید، خوابیزم دیدن طفلان رسید، طفلک بیرخت زمستان لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو، طفلک بیرخت زمستان لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو، زین همه بیداد اگر برشوی، وارثین ملت ابتر شوی، روزی اگر صاحب لشکر شوی، قافل سالات مقرر شوی، ظلم کن بر سر انسان لالو، آلالو ای کودکی افغان لالو، صبر خدا کن که خدا دل است، داد رس و چارگاه مشکل است، از من و از آل تو کی غافل است،
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید. شنوندای عزیز، شما برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا میشنوید و مهمان برنامه ما آقای علیشاه احمدی اوباب هستند، شاعر توانا و مستعد کشور که فعلا در خارج از افغانستان به سر میبرند. خب آقای اوباب، میشه در مورد وضعیت شعر دری در بیرون از کشور بگوین که شما زمانی که از افغانستان بیرون شدین و اینجا آمدین طبعا که به شعرهایتان به سرودن شعر ادامه دادین، ولی فعلا وضعیت شعر دری را در بیرون از افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ یعنی بعد از اینکه نسل جوانی که در خارج آمدن و آل به زبان دری شعر می سراین، با وجودی که از ادبیات دری از زبان خودشان دور ماندن، چی فکر میکنین در کدام وضعیت قرار داره و کیفیت شعرهایشان و نوشته هایشان چگونه است؟ خدمت شما عرض کنم که در مهاجرت و بیرون از افغانستان تا جایی که ما میشنویم با تاسف تنها ایران مطرح میشه و شعر مهاجرت در ایران، ولی در مجموع اگر ما ارزیابی بکنیم با همه قدر حوادث و بدبختی ها، با همه آنچه که ما داشتیم به اصطلاح از ما گرفته شد، حوادث و مصیبت هایی که سرزمین ما آمد، ما در عرصه ادبیات مخصوصا در عرصه شعر خود امروز گامای شاعرای جوان ما مخصوصا گامای بسیار خوب برداشتن، بسیار به جاهای بهتر رسیدن، ولی اصلا اینطور مطرح نشده که کسی که با زبان خود نه که با زبان یک سرزمین دیگه شعر گفته تأثیرات از او در مهاجرت چی بوده. اکثرا فوکس زیادتر سر کسایی بوده که در ایران زندگی کردن. اونا را به طور حساب میکنن که یعنی متاثر از شاعرای ایران بودن، با همین مصایبه که در اون سرزمین بوده. شاعر ایران اگر افغان اگر در اونجا هم تبارز نکرده، حاکم نظامی که حاکم بوده او هیچ وقت نمیتونسته که در اونجا پناهنده هم شده و شعر بگویه که به اصطلاح ضد قوانین از حکومت ضد کمونیستی یا فرض میکنم چپی رفته در اونجا و بر علیه از او در یک حکومت اسلامی بر علیه از او نوآوری های بکنه که دیگران نکردن. در اینجا به نظر ما شاعرای ما در ایران و مخصوصا در کشورهایی که غیر از زبانشان است، یعنی زبان انگلیسی در اونجا حاکم است، مثل کشورهای دیگه اگر یک کار کردن به نظر من بسیار یعنی قابل تمجید است، به خاطر که اونا از زبان خودم بیرون بودن و از متن جامعه خودم بیرون بودن و اگر یک کار با یک زبان بیگانه غیر از زبان خودشان کردن کار ارزشمند کردن. در نهایت پیش ما بسیار ارزشمند است، یعنی کار شاعرایی که بیرون از افغانستان انجام دادن، یعنی حداقل تلاش کردن. کسایی که در داخل افغانستان هم هستن کارهای بسیار ارزشمندی کردن، یعنی کارهای خوبی کردن. در بیرون هم که هستن حتی کارهایی که یعنی اشعار و سرودهای خود به جهان معرفی کردن. اگر آدم از یک دو نفر مثال بیاره دیگه دوستا خفه میشن، بنابراین من نام نمیگیرم، ولی ما میشنویم که کارهای بسیار خوب کردن. به نظر ما قابل تقدیر است، قابل احترام است. اینا باید یعنی با وجود از این که از فرهنگشان از زبانشان دور ماندن، طبعا وقتی که در یک جامعه دیگه زندگی آدم میکنه از فرهنگ و از زبان از امو جامعه متاثر میشه. با وجود از او که امو زبان خارجی بالای زیان نفوذ داشت، یعنی تانستن که امو بر سرودن شعر به زبان خودشان حفظ بکنن. ولی متفاوت است با کسایی که مثلا در ایران زندگی کردن. خب تاجیکستان هم یاد میکنیم برای که هم زبان ما هستن، ولی در ایران مهم است. یعنی اگر در اونجا کسایی که زندگی کردن در جای رسیدن مسلما بسیار کار نیک است، قابل تمجید است. اما کسایی که بیرون اما کسایی که بیرون از زبان خود زندگی کردن به نظر من اینا کارشان واقعا خوب است. خدمت شما عرض کنم که باید نادیده نگیرن.
همین معیار باید یک در سنجش درست شود پیش کسایی که منتقدین هستند، کسایی که در عرصه ادبیات کار میکنن و نقد میکنن، باید بعضی موارد مد نظر خود داشته باشند. بله. آقای ابوب، در شما که در شهر تورنتو زندگی میکنین، آیا انجمنهای فرهنگی، آیا شب نشینی های در سرودن شعر یا فرض مثال نشست های در رابطه به اصلاح شعر یا سرودن شعر هم شما دارین یا خیر کسای دیگه هستن که دایی حلقه بشینن و شعر بسراین، شعر یکی دیگه خودم بشنون و در مورد اصلاح کاری از او سخنایی داشته باشن؟ بله داریم، ولی قدر جدی نیست. مثلا ما داریم اینجا یک نهاد است برای کاروان شعر کار میکنن که بسیار کارشون قابل تمجید است. همیشه ماور کار میکنن، یک گرد همایی دارن. مثلا آقای برهان یک انجمن درست کرده که اونا هم از اینجا هستن و محافل فرهنگی در اینجا ما شکر در هند در کانادا زیاد داریم. ولی اینطوره که مثلا از اونجا آدم بسیار بیاموزه، اینطور به شکلی که مثلا نقد باشه، بررسی باشه، چی شوه. اکثرا پروگرام در اینجا اینطور است که یک آدم باید همونجا میره فوراً شعر خودم میخوانه، از ستیج پایین میشه. ولی نقد و بررسی و گپا کمتر است. ولی از جنب و جوش فرهنگی در تورنتو نسبت به دیگه شهرهایی که ما در امریکا و کانادا، بخشن بعض شهرهای دیگه ما خبر دارم، تورنتو وضعش بهتر است. برنامه‌های تلویزیونی داریم، مصاحبه‌ها صورت میگیره، نقد و نظرها هست. ولی طوری که در برنامه‌هایی که بگوین شما در اونجا حتما برین یک چیز آدم زیاد بگیره، با تاسف ما نداریم. چرا می تقویت نمیبخشن که باید امین نقد صورت بگیره، اصلاح پذیری باید رایج شود در بینشان؟ چرا کار نمیکنن روی ازی؟ والا اعتراض که ما خودم حکم کرده نمیتونم چرا کار نمیکنن. خویی که اینطور میشه که ما با تاسف یک جامعه داریم که ما همیشه باید هر کدام که آدم فکر میکنه باید بشنوه که خوب بشنوه و وا بشنوه. اگر انتقاد بکنه و انتقاد اگر برش صمیمانه باشه و دوستانه باشه و برای اصلاح کارش باشه، با تاسف ما نمیپذیریم که نمیفهم چرا اینطور است با تاسف. ولی چیز است، هستن بعضی کسایی که در صدد می کار هستن، با امید ازی که یک روز همی کار را بفته و بهتر شوه. انشالله که در آینده خوب خواهد شد دیگه. به نظر شما ایجاد چنین انجمنهای فرهنگی چه تاثیر بالای نسل جوان آینده‌ای که اونا میخواین به زبان خودشان دسترسی داشته باشن، به زبان خودشان شعر بسراین، داستان نوشته کنن، چه تاثیر بالای از اونا داره؟ بسیار تاثیر فوق‌العاده داره. من تو به این عقیده هستم که اگر به زبان خود نتونن، مثلا یک طفلی که در این تولد شده و امروز 30 سال عمر داره، با زبان مادری خود صحیح بلد نیست مثلا اگر از این انجمن‌ها به یک زبان انگلیسی برشان فهمانده شود، مثلا در رابطه با ادبیات افغانستان معلومات داده شود، اونا بتونن در آینده اشعار مثلا به زبان انگلیسی بنویسن، یا هم گناه نیست. ما بسیار معتقد هستم به چی برسه به اون کسایی که به زبان مادری خود وارد هستن میفهمن، ولی کسی نیست که برشان بفهمانه. این اجتماعات است که اونا را میرسانه. مسلماً که شنیدن و گوش کردن بسیار تاثیرگذار می باشه. بله. تشکر آقای باب. در کتاب دوزخ سبز شما هم نوشته است که شما 2 مجموعه دیگر که روی دست دارین، یکیش مجموعه طنز منظوم است. شما میشه در مورد ازی هم بر ما کمی معلومات بتین چگونه؟ والا طنز منظوم بله برای گفتیم که یک مجموعه ما آماده چاپ به این معنا که پیش ما هست، هنوز تنظیم نکرده میشه، ولی یک مجموعه طنز هم دارم. ولی طنز شما میفهمین که در ما یک مثال را که از زبان یک دوستم در این شنیدیم که یک طنز نویس فرانسوی گفته بود که من طنز می نویسم که مردم بگیرید، برعکس میخندن. بله. این طنزایی که ما نوشته کردیم به اون سطح سویه نیست که بسیار در ابهام و چیز باشه، ولی بسیار طنزای روان است، ولی او بسیار جدی نیست برای ما که حال فوراً ما او رو به چاپ برسانم. ولی یک مجموعه شیری ما دارم.
بله طبعا قسمی که شما پیشتر گفتین و تنزای ما بسیار معذرت میخوایم، تنزای رو ما نوشته کردیم انتقادی هست و انتقادی بجای است، بله. خصمانه نیست. بله. آنچه که در ما حول خود ما دیدیم، آنچه که در جامعه ما میگذره، آنچه که نادرستی ها را میبینم به زبان طنز گفتیم، برازی که بله. زبان طنز جامعه ما البته بله. یک ذره هر قدر که آنفامتر باشه و شنونده را زودتر کش میکنه طرف خود. درست است. شما دارین یکی از این طنزای روی دست که با تاسف که امی لحظه که من برای خودت گپ میزنم به یک اتاق هستم که از این کتابخانه خود دور هستم، بزرگ میخوایم. خواهش میکنم پس میشه که یکی از سروده های دیگه تان بر ما لطف کردن. من یک سروده دیگه خودم بر شما میخوانم، ایران به مناسبت میخوانم که یک لحظه با اجازه شما. درست بفرمایید. خب شنوندای عزیز، تا که اوباب صاحب دوباره بر بگردن، میشه که شما اگر سوالات دارین در مورد شعرهای آقای اوباب، از خود آقای اوباب، در مورد شعرهاش یا در مورد خودش سوال دارین، میشه که به شماره 2026 بسیار حضور میخوایم 36 زنگ بزنین. ببخشین آقای حباب که من از موقع استفاده کردم و شماره استودیو را باز هم به شنونده اعلام کردم. بفرمایید شما. لطف کردن. امی لیست اخیری که برآمد، امی وطندارای ما که به شهادت رسیدن این 5000 نفر. بله. ما یک غزل، خب بسیار آب و هوای از دور نداره ولی یک کمی ارتباط میگیره. بله. به نام درد مشترک ما یک چیز نوشته کردیم که در کتاب دوزخ سبز است. بله بفرمایید. بگذاریدم امشبای مردم که غم انزوای خود باشم. دست سوی غزل دراز کنم قصه گو با خدای خود باشم. گرچه ما درد مشترک داریم، درد شبهای 33 ساله، لیک امشب بران شدم که دم مرهم زخمهای خود باشم. برشمارم یکایک خود را در پلوگونهای زنده به گور، در بلاک یک پل چرخی انتظار جزای خود باشم. گور گمنام رفتگانم را، گورهایی که گنگ و ناپیداست، با غم خود شبانه برخیزم، لب و دست دعای خود باشم. گرچه آن خاطرات تلخ مرا میبرد تا شکنجهگاه دیگر، لیک خواهم که یک شب با خود ناظر گریه های خود باشم. بله. نه درد مشترک داریم، کی شود درد تو جدا از من، کی توانم که تو به گریه شوی، من خوش لحظه های خود باشم. لیک آن روزگار بگذشته چقدر زود یاد مردم رفت، چقدر من به شام تنهایی یاد بگذشته های خود باشم. یادگیر و گرفت و خنجر و خون، یاد کشتارگاه پولیگون، یاد آن صحنه های اولنگیز، چیغ در خوابهای خود باشم. غم دل را به کس نمی گفتم، ناله بیهوده است ثواب اینجا، کاش بگذاردم لب فریاد که سکوت برای خود باشم. غم دل را به کس نمی گفتم، ناله بیهوده است ثواب اینجا، کاش بگذاردم لب فریاد که سکوت برای خود باشم. سکوت برای خود باشم. تشکر آقای با، واقعا شعر بسیار زیبا و مثل سایر شعرهایتان، در شعرهایتان همدردی با مردمتان و با کشورتان هویداست. دیگه خداوند روزه کنه که در کشور ما صلح و آرامش بیاید و تمام مردم ما از تمام از این رنج ها و غم ها رهایی پیدا بکنن و امید از روز. آقای باب بسیار تشکر، لطف کردین که بازم به برنامه ما آمدین. برنامه ما رو به ختم است و گنجایش بیشتر نداره. در ما سوالات یعنی بیشتر زیاد داشتیم از شما در رابطه و می‌خواستیم که از شما زیادتر بشنویم، اما ناگزیر هستیم که خداحافظی کنیم به خاطر که وقت کم داریم، وقت ما به پایان رسیده. جهان سپاس از شما.
تشکر از شما ژورنالیست بسیار موفق هستند. بسیار سپاسگزار هستم و در آخر میخوایم یک موضوع رو تذکر بتم که من از دکتر شریف که در کتاب من واقعا یک بررسی بسیار دقیق کرده، لطف کرده و لطفش زیادتر بوده نسبت به کارهایی که ما کردیم سپاسگزاری بکنم و به تمام وطندارایم در سرزمینی که هستند، مخصوصا به شاعرای گرامی و بزرگوار ارادت و احترام خود تقدیم میکنم. به مردم خود عرض سلام و ارادت دارم. از مردم خود خواهش دارم که وقت رای گیری است، امیدوار هستم به کسی رای بتن که شایستگی دولت مداری را داره تا این سرزمین ما از این صاحب بدبختی ها خلاص شود، مردم ما یک ذره زندگی آرام داشته باشند. از برنامه شما، از گنج شایگان، از تمام کل شما سپاسگزار هستم. تشکر از شما همچنان. لطف کردین. خداحافظ. شنونده های عزیز، این بود برنامه امشب گنج شایگان. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپارم و آخرین آهنگی که هم در این لحظات پایانی میشنوین از حبیب قادری است که شعر از این آهنگ هم از آقای عباب است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. افغان ستانیم، راه روانیم، نام زیبای تو افتخار من، باغ و بهار من، زیبا دیار من، راه روان من. شکوه قندهار ما وزان است که در آنش شی هفت آسمان است. شکوه قندهار ما وزان است که در آنش شی هفت آسمان است، که در آن خرقه پاک محمد چراغ روشنی هر دو جهان است. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال الدین محمد شد جهانی. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال الدین محمد شد جهانی. و نی نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. و نی نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. افغان ستانیم، راه روانیم، نام زیبای تو افتخار من، باغ و بهار